سلام خسته نباشین دوستان نهایت عزیز. باز هم خوش آمدید به یک از برنامه‌های ما از چنل وفاتیک. امیدوارم که شاد و خوش و خندان و سر حال باشین و در برنامه مینی گیم هامستر کامبت قرار داریم. می‌خوایم آخرین آپدیت هامستر کامبت که نظراً معرفی شده به شما معرفی کنیم و ببینیم که چگونه استفاده میشه. خب قسمت اول این است که ما در قسمت ارن میایم و دیلی ریوارز که همیشه جمع میکرد از 10,000 کی فکر کنم تا 5 میلیون بود و حال برای ما برنامه جدید چیده هامستر کامبت و همچنان شما قسمی که میبینید در اینجا 21 روز تا پایان برنامه لیستینگ هامستر کامبت باقی مانده و این 21 روز برای ما بسیار برنامه فوق العاده برای ما چینده. کدام است؟ همه که در قسمت دیلی ریوارز میایم 3 تا هفته را تقسیمات کرده. هفته اول که هست برای شما در روز اول 10,000 سکه میده که شامل همین روز هم بود 100,000 ببخشید و در روز دوم 1 تا کلید، در روز سوم 500,000، در روز چهارم 2 تا کلید، در روز پنجم 1 میلیون، در روز ششم 3 تا کلید و در روز هفتم بر شما یک اسکن بسیار عالی میده و همچنان ایرا میتونین که شما استفاده کنید. احتمالاً NFT باشه و یا هم نه که البته خودشون گفته NFT ما نداره و هر روز را اگر شما از دست بتین احتمالاً امتیازاتتان از دست میره. به ادامه هفته اول هفته دوم همچنان برنامه داریم. در روز اول 5 میلیون از روز دوم 5 تا کلید و روز سوم 10 میلیون، روز چهارم 7 تا کلید، روز پنجم 20 میلیون، روز ششم 10 تا کلید و روز هفتم باز هم 1 تا اسکن فوق العاده زیبا را برای شما تقدیم میکنم. خب به ادامه هفته دوم هفته سوم که هفته آخر است که قرار است در آخر روزش در آخرین روزایش و روز بعدی شاید لیست شود. در روز اول هفته برای ما 35 میلیون سکه، در روز دومش 15 تا کلید، در روز سوم 50 میلیون سکه، در روز چهارم 20 تا کلید و روز پنجم 75 میلیون سکه. ببینید سکه خیلی فوق العاده برای شما میده، تقریبا 150 میلیون سکه همین چیزا 175 میلیون یا بیشتر یا 200 میلیون برای شما میرسه. در روز ششم هم 25 تا کلید میده و روز هفتم یک اسکن فوق العاده برای شما تقدیم میکنه. خب امیدوارم که تمام جزئیات فهمیده باشین و روز به روز بیاین دیلی ریوارد جمع کنین، از دست ندین، به خاطر که آخرین امتیازات و آخرین هدایایی که از طرف هامستر کامبت برای شما تقدیم میشه همینا هست. بعد از اون احتمالاً لیست میشه و این گزینه ها از بین میره. خب باید بگویم که در مجموع شما در هفته اول 6 تا کلید به دست میارین، در هفته دوم 22 تا کلید و در هفته سوم 60 تا کلید و این کلیدها حتما خیلی مهم است که برای ما کلید در اینجا آورده رایگان میتن. در قسمت اچیومنت میریم دوستان نهایت گرامی و در قسمت آل کارتس میریم. اسکنا مهم است. اسکنا را اگر شما بتونید به دست بیارین، این قسمت انلاگ اسکنس است. ما تا کارت 25 یا کارت الماس یخیش به دست آوردیم، اما 50 تایش نگرفتیم که احتمالاً 50 تا اسکن هم نداره، ولی بعضی اسکن هایی که از ما باقی مانده بسیار گران قیمت است و ما تا این قسمت آمدیم. اسکن های ما آزاد شده تا رسیدیم به این اسکن ها را دوستای عزیز فری گفتن، اما در روزی که شما بتونین تمام روزا را پشت سر هم ریواردایش جمع کنین و این اسکن ها را به دست بیارین. 3 تا اسکن فری است، اما 4 تا اسکنی که از ما باقی مانده 200 میلیون است، 200 میلیون است، 200 میلیون و آخرش هم 500 میلیون. 4 تا اسکن از ما باقی مانده. شما اسکن هایتون جمع کنین و مطمئن باشین که در این قسمت که برای ما این پوینت ها را گفته حتما برایشان امتیاز میده. ببینید قسمت اچیومنت زدن که هر چقدر مثلا شما از اونجا امتیاز جمع کنین در اینجا حساب میشه. پس وقتی حساب میشه شما هر اسکنی که آزاد میکنین به ازای هر اسکنی که شما به دست میارین حتما برای شما امتیاز میده. و در قسمت صرافی هم که فعلا OKX و بایبیت گفتم که ما لیست میکنیم و خیلی صرافی ها هم به زودترین فرصت اینجا چی میشه اویلیبل یا رویت میشه. ببینین نوشته که more opportunities will be available soon. خب دوستان عزیز این بود از بزرگترین آپدیت و فکر کنم که آخرین آپدیت هامستر باشه که تا آخر لیست شدن دیگه فکر نکنم کدام برنامه جدیدی پیش بیاد، اما باز هم پیش بینی نمیشه، امکانش هست که بیاد و این بود تمام محتوای برنامه امروزی ما. امیدوارم که براتون مفید تمام شده باشه. باز هم ازتون خواهش دارم که لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتون نره. وقتی خوش، موفق و معید باشید.